سلام، طاهری سفر هستم. با اخبار امروز چهارشنبه 14 فوریه شما را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ همراهی میکنم. در ابتدا نگاهی به سرخط چند خبر و گزارش. یک نورسی 15 ساله در کلاب زیر چرخی ماشینی افسری بلند رتبه میلیسا مانده هلاک شده است. به ضد او پرونده باز کردند. بعد اخراج نمایشکاران از اوکراین، میخائیل ساکاشویلی وعده داد برای سرنگون کردن پرزیدنت اوکراین پروشنکو تلاش میکند. یا ما آنها را محو خواهیم کرد یا آنها ما را. حکومت تاجیکستان گفت به کارخانه‌های مرغ پروری امتیاز می‌دهد تا کمچینی گوشت و تخم مرغ از بین رود. شکایت از مالیات وزنین زیاد است. مثلا 2000 مرغ میکنن، 500 مرغ میکنن، اینا قابلیت او را ندارن که رفته از دیگه دولت‌ها خوراک یا داروواری یا دیگه چیز بود. تفصیل خبرها. یک پسر نابالغ 15 ساله روز 13 فوریه زیر چرخ ماشین یک مفتش ماند و به هلاکت رسید. مقامات انتظامی کلاب گفتند حادثه ساعت 11 شب رخ داده است. به گفته آنها سید مومن اسلاموف کاپیتان میلیسا مفتش شعبه کارهای داخلی کلاب هنگام حرکت در یک محله مرکزی شهر فردوس حلیموف را زیر چرخ ماشین گذاشته است. در نوار مقامات میلیسا که به دست رادیو آزادی هم رسید لحظه صدمه دیده می شود و مردم سری نورس جمع آیند و او را داخل ماشین میبرند. با گفته خویشاوندانش فردوس بعد فروختن شیرینی برای خواهر بیمارش دارو گرفته به خانه برمیگشت. مقامات به ضد سید مومن اسلاموف پرونده باز کردند. در شویتس محاکمه یک جوان ازبک تبار ادامه دارد که به انجام حمله تروریستی در شهر استکهلم متهم شود. رحمت عاقلوف را به آن متهم کنند که ماه اپریل سال 2017 با ماشین بارکش در مرکز شهر 7 نفر را کشت، 10 تن دیگر را مجروح کرد. به قول وکیل دفاعش رحمت عاقلوف در روز اول مرافعه به گناهش اقرار شده است. در این قضیه نقشی از تاجیک داعش هم دیده می شود. همکارم مومن احمدی که این قضیه را تحقیق کرده است خودش جزئیات را به ما میگوید. جالب بود که تمام مکاتبه هایی که رحمت عاقلوف با گروه های احتمالی تندرو که در سوریه و عراق و افغانستان جایگیر شدند داشتند با زبان تاجیکی بودند. این عامل اصلی، یعنی نکته اصلی بود که توجه ما را جلب کرد و ما به تحقیق آغاز کردیم که رحمت عاقلوف با کی، اینها کی هستند که با زبان تاجیکی تمام مکاتبه هاش در صدها صحیفه که در پرونده دادستانی جایگیر شده است اونجا نسخه برداری و جای داده شده بودند. تحقیق 15 دقیقه همکاران ما سراج‌الدین اسلام از بخش ازبکی و همکارم مومن احمدی را میتوانید در وبسایت azadi.org و همین گونه در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. و دیگر خبر این است که در شهر نیویورک یک جوان افغان تبار را که به انجام حمله در این شهر متهم شد به حبس 1 عمری محکوم کردند. گزارش را در این باره همراه می‌بینیم. دادگاه نیویورک احمد خان رحیمی یک افغان تبار آمریکایی را به بمبگذاری در محله چلسی گناهکار دانست و به 2 حبس 1 عمری محکوم کرد. در این باره وکیلش خاویر دونالدسون روز 13 فوریه خبر داد. دادرس بیرمن او را به 2 زندان 1 عمری محکوم کرد. ما از این حکم به زودی شکایت میبریم. او را ماه اکتبر سال گذشته به استفاده اسلحه کشتاری دست جمعی و بمبگذاری در جای جمعیتی متهم کردند. دادرس گفته است که رحیمی 3 ساله سبب‌های بمبگذاریش را شرح نداد. یکی از آسیب دیدگان در ترکیش گفت احمد خان رحیمی هیچ نشان نمیداد که از کرده‌اش پشیمان است. فکر کردم عدالت برقرار می شود. اندک آرام می گیرم. ولی جنایتکار اصلا پشیمانی نشان نمیداد. اصلا پروای ما نداشت. درباره خودش می گفت. فکر کردم امروز روزی ما می شود. ولی چنین نشد. احمد خان رحیمی ماه سپتامبر سال 2016 با بمبگذاری در شهر نیو جرسی در آمریکا در محل یک ماراتون خیریه 30 نفر را مجروح کرد. جوان افغان تبار باید به آسیب دیدگان بیشتر از $500,000 جبران پردازد. اندریو کوامو رئیس شهر نیویورک گفته است عدالت برقرار شد و این پیام قوی را فرستاد که ما آنهایی را که می‌خواهند ترس و نفرت و خشونت بکارند تحمل نمی‌کنیم. برمیگردیم به تاجیکستان. در تاجیکستان امروز عید را تجلیل می‌کنند که قبلا بعضی‌ها مخالف ورزش‌های سنتی نامیده از آن
پرهیز می‌کردند. امروز عید عاشقان و یا عید ولنتین است. حالا نه تنها در پایتخت دوشنبه بلکه در دیگر گوشه‌های تاجیکستان علامت‌های زیادی تجلیل این عید را می‌بینید. کیومرث سیاطات در این باره گزارش می‌دهد. قرغان تپه به جشن نوروز عاشقان آهسته آهسته عادت می‌کند. نوابسته از باران شدید در کوچه ها زنهایی را می‌بینید که کرته چکن به بر کردند. چکن لباس جشنی است که رمز عشق را هم دارد. ترانه‌سراهای پاپ شهر نیز به خاطر روز ولنتین برنامه‌های کنسرتی برگزار می‌کنند. گل‌های انور هم امروز سرخریدارند. او از تغییر تصور خلق درباره این جشن اظهار خرسندی می‌کند، چون که غیر از بهره روانی این چنین برای او فایده مالی هم دارد. از جمع این منفعت‌ها خرسند است. نظر به چند سال پیش چقدر فرق میکنه؟ چند سال پیش جشن روز ولنتین را به پیندارهای مذهبی مخالف گفته انتقاد میکردند. حالا دیگر پیرانسالان هم با دستافشانی به افکار قبلی میگویند جوانان حقوق به انتخاب دارند. هر یک هست با خودش هر یک چی با خودش آماده است. حتی اینه که جوانان که دو دیان گفتن و هم جوانان شو قبول کردن که دورای ما نبود که دیگه ما این خیلی قبول میکنیم و خیلی قبول. و هم در شهر قرغان تپه جوانانی را دوچار آمدیم که اختصاص دادن یک روز را به عاشقان دور از فهم خود میدانند. نمیفهمیدم چی نشد شما اگه کس تبریک نکردین؟ گل رخسار و بهادر از دهه وحدت به شهر آمدند و بدون فرزندان این روز را می‌گذرانند. آنها میگویند که از آوان عائله‌دار شدنشان روز عاشقان را جشن میگیرند. یک وقت جدا میکنم، اگر روز کاری هم که باشه من یک وقت معین جدا میکنم و همسرم رو هم این کس خریداری میکند، یکی هم که نباشه یک نسل که خریداری میکند. در دهی که آنها زندگی می کنند مردم به تجلیل روز عاشقان نظری نیک ندارند، اما به گفته آنها این برای عطای لحظه های خوب به یکدیگر نباید مانع شود. نظر مردم دیگر است که ما با دیگران کار نداریم. ما هر سال است که همراهی شوهرم این روز رو جشن میگیریم، به من روز بهترین است. گل رخسار میگوید حتی باران امروز هم به آنها پیام رحمت است و گشت و گذار عاشقانه آنها را رنگین تر می سازد. باران هم نگاه نکرده، ما امروز سیر و گشت کرده ایستادم. من بسیار امروز خرسند هستم. مبارک شود. خوشبخت‌ترین زن هستم که همچون شوهر دارم که در این روزها مرا به سیر و گشت تماشا می‌برد. در کوچه های شهر قرغان تپه زنانی را هم واخوردن ممکن است که الکی تحفه های خود را گرفتند و در لبانشان خنده گل می کند. دخیر ما سمکه از شما را که جشن تحفه میکنه کادوژه دینا کاد. یک فرق امروز شهر این است که جفت ها زیادند. از چهره آنها پیداست که عید دارند. همچنین کسانی هم هستند که هنوز در انتظار فصل عشق خویشند. نه، خانه دادنی هم نداره نگیرید. یکم کس نیست توفت یعنی. تمنا میکنه پیدا شود. و روز دوشنبه 12 فوریه مقامات اوکراین والی سابق ولایت ادس اوکراین و حالا یکی از پیشوان مخالفین حکومت را در شهر کیف بازداشت کردند و توسط هواپیما به پولشا یا لهستان اخراج کردند. ساکاشویلی رئیس جمهوری سابق گرجستان در کشورش نیز مورد پیگرد قرار دارد و مقامات استرداد او را خواستند. در یک صحبت ویژه با میخائیل ساکاشویلی در شهر ورشوا خبرنگار رادیو آزادی از سابق رئیس جمهوری گرجستان پرسید که خوف نداشت که میتوانستند او را به گرجستان بفرستند. از لحظه ای که من به گرجستان استرداد می شدم آنها را در یک هفته یا 10 روز برکنار می کردند. این یک حکومت ضعیف در جیب اولیگارخ روس ایوانیشویلی می باشد. او یک سهمیه‌دار خصوصی گازپروم است. پرونده های مقامات گرجی بر ضد من همش دروغ است. مثل آن پرونده ها بر ضد من در اوکراین هم قلبکی و ساخته هستند. آنها خودشان هم می فهمند که این پرونده ها ارزشی ندارند و اگر من در گرجستان پیدا می شدم آنها نمی توانستند مرا در محبس نگه دارند. مردم در طرف من است. نیروهای مسلح از من پشتیبانی می کنند. من اساسگزار دولت معاصر گرجستان هستم. دیروز پس از بازداشت من آنها بسیار ترسیدند که مبادا مرا به گرجستان استرداد نکنند.
ولی پرزیدنت اوکراین پاراشنکو از این حال آگاه است و او از ارسال من به گرجستان خودداری کرد. در ادامه صحبت خبرنگار رادیو آزادی از آن یادرس شد که سال گذشته اثنای سفر خارجی ساکاشویلی اوکراین از او خواست که دیگر به کشور بر نگردد، ولی ساکاشویلی با طرفدارانش مرز را غیر قانونی عبور کرد و وارد خاک اوکراین شد. سپس خبرنگار رادیو آزادی از ساکاشویلی پرسید که آیا هدف دارد دیگر باره به اوکراین روز برگردد؟ بعد حوادث ماه سپتامبر اوکراین تغییر یافت. واقعا حالا اولیگارخ‌های سر قدرت خیلی ضعیفند. ما باید آنها را کوبیم. ما نباید توقف کنیم. آنها با اقدام‌های احمقانه‌شان به ما کمک رساندند. اگر ما حاضر این عمل را اجرا نکنیم، آنها نقطه‌های ضعف خود را ترمیم نموده در پی محو مردم اوکراین می‌شوند. یا ما آنها را محو خواهیم کرد یا آنها ما را. گفتگوی کامل و گزارش‌های دیگر درباره بازداشت میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری پیشین گرجستان و شهردار سابق ادسه را در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب میتوانید تماشا کنید. مقامات کمیته انداز یا مالیات اعلام کردند برای فراوان شدن گوشت و مرغ در تاجیکستان کارخانه‌های پرنده پروری را از بعضی مالیات آزاد می‌کنند. بسیاری از کارخانه‌ها شکایت دارند که به سبب گران بودن غذای مرغ و دیگر محصولات نمی‌توانند پیشرفت کنند. امردین علیم گزارش می‌دهد. کارخانه پرنده پروری چپتورا در ناحیه شهرنو 30 سال قبل 1.5 میلیون مرغ پرورش و در یک شبانه روز بیش از 1 میلیون دانه تخم تولید میکرد. بعد از سال 1991 به دلیل گرانی خوراک وارداتی مرغ و فناوری های نو این کارخانه تقریبا از فعالیت ماند. با امداد سرمایه گذاران خصوصی حصه کمی از این کارخانه را توانستند فعال کنند. چند سال قبل رهبریت کارخانه 3 مرغخانه را به صاحبکاران به اجاره داد. حالا آنها تا 100,000 مرغ پرورش و تخم آن را به فروش می‌گذارند. اما برای صاحبکاران پیش بردن این نوع تجارت سنگین است. صاحبکارای هستند که مثلا خودجگاه دهقانی فرمری هستند که 5,000 10,000 7,000 مثلا 2,000 مرغ میکنن 500 سر مرغ میکنن. اینا قابلیت او را ندارن که رفته از دیگه دولت‌ها خوراک یا داروواری یا دیگه چیز برن. این مشکلی تنها کارخانه چپتورا نیست، بلکه حدود 100 کارخانه بزرگ و کوچک پرنده پروری در تاجیکستان با این مشکل روبرو هستند. حکومت تصمیم گرفته است ساحه پرنده پروری را از انداز اضافی و باج گمرکی وارداتی آزاد کند. البته با پیشرفت ساحه کمک نقض میرساند. من چخیل شما مشاهده کردید اکثریت بسته‌های من داخل مرغخانه‌های ما از دوره سابق شورای باقی ماندند. تکنولوژی معاصری که حاضر هست اگر وارد نمایند صاحبکارا باز البته استحصال محصولات زیاد می شود. 18% انداز و 4-5% گمرکی را نسپاریم خیلی این ارزانی میشه که اون مبلغ ما برای خرید خوراک چوجه یا که برای خرید چوجه از دیگر دولت‌ها این با ما مساعدت میکنند. به این ترتیب مقامات تلاش دارند بازار کشور را با محصولات داخلی تامین سازند. هرچند نیاز تاجیکستان به گوشت مرغ در یک سال 63,000 تن عنوان می شود، کارخانه‌های مرغ پروری در سال گذشته تنها 2100 تن گوشت مرغ تولید کردند. امروز از تمام امکانات‌ها ما با متخصصان و کارخانه‌های پرنده پروری استفاده بردیم که ما علاقه در سال 2018 اقلا با 20% تامین اهالی با گوشت پرنده مشغول شدیم. اختصاص این امتیازها با بودجه تاجیکستان نیز به تاثیر نیستند. نصرت الله دولتزاده رئیس کمیته اندازی تاجیکستان گفته بود که تنها از امتیاز به عرصه پرنده پروری، سیاحی و هنرهای مردمی با بودجه 150 میلیون سومانی کمتر مبلغ وارد می شود. وقتی که میگم که در دوام سال میکنن میشه که جایگاه نوی کاری کارخانه‌های نو میشن 3 سال گوش میاد همه این رو دوره به دوره میکشونند. پرنده پروران اظهار امیدواری میکنند که با اختصاص امتیازها فعالیت آنها بیشتر سودآور و تولیداتشان برای ساکنان ارزانتر می شود. برنامه ما به پایان رسید. سپاس که با ما بودید.